آمدیم در امریکا، قبول شدیم آمدیم اینجا امریکا. از اونجا تو گفتم باش تا این امریکا بیایم من ایره حج روان میکنم. حج روانش کردم و از اونجا کمی آمد در امریکا که پای موندیم نام خدا حاجی الکس موند. خلاص شد عجمج، خلاص شد ریشه کل کرد چرت و پرت، مویارا چرت کرد دین اما ترکای گو که چوچی خدا بلیستن. این دخترها این اما تا دخترهای ما امای خودواره، این اما تا قرتکی و جرتکی، این اما تا بابی خودواره. هر بچه را ببینن از دور شک میکنن. چون بچه خیلی اما تو رفت دیگه. بچه گفتم برو دنتسته بخوان، برو درس بخوان، از این مملکت آمدی چیزای مثبتش یاد بگیرین، از برای خدا برین یک رایتان پیدا کنید. کی را بگویی بچه دیگه اینم پتلون دمیدان کون خود بسته میکنه و اینم حال از این خواندنایی که بر آمده و مادرم در خانه نرفت. مادرم خانه نرفتم، مادرم پیالا چک بود رفتم آمدم خانه نان خوردم خانه مرچون چطور شد. این خواندنای بر پدر شیر از یا نالت کرد شاعرای شد. موسیقی افغانستان گوی در گو کردن. ببینی که جوانان میخوادن در رپ خوان. چی خواندیم؟ رپ خواندیم. بوی پلاو مردم دنیا را دیوانه کرده. افغانستان جنگی هسته. افغانستان چی این چیزا؟ چی جنگیست افغانستان؟ چی جنگید؟ جنگی کل خارجی ها گرفته ما را دیگه چی جنگی شویم قربان. ما باید از خود وطن خود نگاه کنیم، انتفاق کنیم، یکی دیگه خود داغوش بگیریم که گوز خارجی ها بره. مثلا چی کنیم؟ گمش کنیم. خب از اینجا این بچه این قدر کونش لشت مویارا چپ شوا که مالو گفتم کار خدا سرت بیایی همی کون تپت که کدام قنداری نبینم اینجا چرا بتون میکنم. خب از اینجا بلا در پس گفتم باش خوی مردکه شوا گم دیگه گم چی براتون بگویم از اینجا. مرد بله کیستی؟ سلام علیک، خوب هستی؟ چی حال داری؟ چطور هستی؟ خیرت هست؟ شناختم خوار آجیستی. باز چی مبارک باشه؟ خوار جان حالا خود دموسو پارسال خونید یک بچگک شد. حالا قربان شد و منی شما هم فکر کنید آجی بیادرت خواه از وقت که در خارج آمد خود گم کرده. آجی گری را یک طرف مانده. من اینجا یک زن اینجا اشتکای مردم را نگاه میکنم، اینجا خودم سپورت میکنم. این خارجی ها خود نمیمانید یک اینمه که خبر شد که پیسه داری 1001 بلا برات روان میکنه. من چطور کنم خوار جان؟ من ندارم. حاجی صاحب الکس به شوا گم است. حاجی الکس به شوا گم خانه نه در قمار خانه. یک 4 پک دولت ها میده او را خب و چپ میگیره میره امورا قمار میزنه. من اینجا شما دیگه خدای حال جانتان دیگه از کجا شود که کسایی که در خارج است به شما پیسه روان کنه. در پاکستان شکر شوی جوان است بده که کار کنه شور نخود سر بخر سودا کو. حالی کسایی که در خارج است خود نمیتونه که قدر هر وقت پیسه روان کنه. حالا من از کجا کنم؟ حالا تو هم 6 ماه تیر میشه شکم دار میشی، 6 ماه تیر میشه شکم دار. از کجا شود؟ که ماشین شما گرم است که از برای خدا سر باد بکه و زیر آقا کل گرم بست چوچه چاپ کرده بگیر. چطور کنیم؟ نمیشه. ندارم. جای داری در پرتو. اثرش تو خیستم دوزه؟ دیگه بسیار تشتان تیز است دیگه شما دیگه بسیار زیاد. با مال خدا من خبر ندارم قربان شم. با مال خدا هر وقت حاجی الکس آمد باز میگم که خوارت تلیفون کرده بود ماشین چوچه کشی. بله های سلام علیک. های my name is نانا ریزگل. هر قسمش که پذیرفته میشه. وبسایت دارم www.nanarezagul.com. در فیسبوک برید در کامپیوتر هر قسمش که پذیرفته میشه. گوک خلموک شاشوک سیاه چاق لاغر. بای پیر سایکو خیر قربان خدا شوم. پیر سایکو بچه افغان رفته دختر هندی را گرفته. سایکو اشتکش کون قاق آمده طرف گاندی رفته کونش قاق. بنا زده بودید میرفتید دخترهای پاک دامن افغان خود میگرفتی. یه چی رفتی اون سیاه را گرفتی. دیگهش سایکو یه دختر افغان رفته سیاه را گرفته.
این دیگهش رفته چاینیز گرفته، این 20 سال بعد برای بینی میکشه. اینو چی کنه؟ افسوس که یک رگتان افغان است، اگه در سرتان میشیشتم که نفستان. قربانتان دوست دارم.